با درودی دیگر باره بینندگان عزیز از دفتر مرکزی رادیو زودی در پراگ، شالگل خوجه هستم. ساعتی 10 وقت اینجا در خدمت شما با سرخط خبرهای روز و فراموش نکنید که بعد از 3 ساعت دیگر بازم با شما ملاقات خواهیم داشت در بخش مستقیم برنامه خبری. جنیدالله خدایورов با سلفیه هیچ ارتباط نداشت. رحمتالله زویرов رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در یک مراجعتنامه به پرزیدنت امامعلی رحمان به قضیه جنیدالله خدایورов و مادر او مفجگل غریبова داخل کرد. رحمتالله زویرов برای چند ساعت در اداره پلیس نگاه داشتن غریبова را به هنگام سفر پرزیدنت به منطقه رشت نقض حقوق انسان نامیده طلب کرده است که عاملان این عمل به جوابگری کشیده شوند. مفجگل غریبова میگوید او میخواست از زندانی شدن پسرش جنیدالله خدایورov شکایت کند و ظاهرا خوف مقامات نیز از همین بود. رحمتالله زویرov در مراجعتنامه‌اش گفته است که جنیدالله خدایورov اعضای حزب سوسیال دموکرات بوده با اتهامات ساخته پشت زندان انداخته شده است. صنایع به کار انداختن اگریگات دومی نیروی برق و بیراغون معلوم شد. در این باره بینندگان عزیز در برنامه خبری برای شما تفصیلات میدهیم. یادآور میشویم که چرخه یکم نیروی برق و بیراغون روز 16 نوامبر سال 2018 به استفاده داده شد، ولی در ماه مارت امسال آن از کار ماند و مقامات پس از چند هفته سر و صدا خبرهای خالی کردن آب انبار را از آب تصدیق کردند. آنها گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اول نیروگاه صورت گرفته است. این وضعیت به استفاده دادن اگریگات دومی نیروگاه راغون را که قرار بود ماه اپریل به کار سر کند نیز به تأخیر گذاشت. خب با نیروگاه راغون طوری شما هم میدانید 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پوره به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید میکند که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. ملاقات دایر شد امروز در شهر اساکا ژاپنیا و یا ژاپن در حوزه نشست گروهی رهبران 20 کشور بزرگ عالم که با نام 20 گانه بزرگ معروف است دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین صحبت داشتند. برداشت دو جانب از این ملاقات چی بود بعد کمتر از 3 ساعت دیگر خواهید فهمید. ضمن ماه نوامبر گذشته در ملاقات 20 گانه بزرگ در آرژانتین که چند روز بعد از جنجال در بحر آزوف و بازداشت دو کشتی با ملاحان اوکراینی به انجام رسیده بود، ترامپ از صحبت با پوتین خودداری ورزیده بود که چند سال میگیرد. به احتمال زیاد به همین زودی حکم اشخاص متهم به اشتراک در آشوب زندان خوجند اعلان میشوند. انتظار میرود که امروز دادرس به خانه مشورتی درآید. طبق اطلاع دریافتی در رابطه با آشوب محبس خوجند 33 محبوس دوباره به جوابگری کشیده شدند. بررسی دادگاهی ماه مارت از سوی دادرسان دادگاه عالی شروع شد و تا این وقت پشت درهای بسته میگذرد. ضمن نماینده دوستانی از دادگاه طلب کرده است به محبوسانی که در تشکیل آشوب ماه نوامبر سال گذشته در محبس خوجند متهمند بر علاوه دوره جزایشان از 10 تا 20 سال دیگر حکم زندان بدهد. سفرهای پرزیدنت به نویه‌ها بعضاً برای برخی از جوانان سرنوشت ساز می شود. این گروه در یک لحظه می توانند ستاره شوند یا امکان طلایی به دست دارند. تعداد آنهایی که پس از ملاقات با پرزیدنت دانشجو و یا صاحب منصب شدند زیاد است. در جامعه هم آنها را به نوع نظر کرده پرزیدنت می نامند. و در برنامه امروز درباره یکی از چنین جوانان میگوییم که پس از یک سخنرانی در نزد پرزیدنت امامعلی رحمان سرنوشتش به کلی دیگر شد. اگر برای شما جالب بود پس بعد از 3 ساعت دیگر در بخش مستقیم برنامه خبری ما را همراهی کنید. تا آن وقت خدا نگهدار.